با نام و یاد خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. در واقع این ماه کتاب است، یعنی این یک حرف خشک و خالی نیست، چون که خداوند در این ماه بزرگ برای ما بزرگترین نعمت و بزرگترین هدیه این قرآن کریم را نازل کرد. یعنی در این ماه این کتاب فرو آمده است و نازل شده است و در این ماه بیشتر قرآن بخوانیم و روی مفاهیم و اندیشه ها و پیام ها و حکمت های قرآن توجه داشته باشیم تا از آن برای عبادت ها، برای رفتار خود، زندگی خود و رسیدن به سعادت دنیا و آخرت از این کتاب کار بگیریم. پیام اولین هم که برای ما در این کتاب هست و امر اولین هم که هست این بخوان است. من فکر میکنم که ما مسلمان ها در این شب و روز، در این زمان بیشتر از هر وقت دیگر نیاز به خواندن داریم، نیاز به مطالعه داریم، نیاز به دانش‌های معاصر داریم و نیاز به علم داریم و هرچی بیشتر باید چنگ به علم بزنیم، چنگ به دانش بزنیم و این قرآن را هم بخوانیم در این ماه، زیرا که بر روان ما، بر روح ما تاثیر خوب دارد و آنهایی که روی مفاهیم، روی حکمت ها، روی اندیشه ها، روی پیام های این معجزه خداوند تمرکز میکنن و با آن اندیشه میکنن، شخصانی مفید برای جامعه خواهند شد و شخصانی هستند که نشاط در زندگیشان پیدا می شود، اهلی کار می شوند، اهلی حرکت می شوند. بسیارا شاید گمان کنند که این قرآن به خاطر آخرت است، به خاطر سعادت آخرت است. این خیلی نیست. این قرآن توصیه هایش، پیام هایش، همون آیات هایش برای نشاط است، برای خوشبختی است، برای با سعادت زندگی کردن در این دنیا و آخرت است. همه بزرگان ما در وصف قرآن گفتند. همین ادبیات ما پر است از بزرگان و اندیشمندان و شاعران و عالمانی که در وصف قرآن چقدر حرفای زیبا گفتند. مخصوصا علامه محمد اقبال لاهوری چی زیبا میگوید که نقش قرآن تا در این عالم نشست، نقشه های کافر و پاپا شکست. فاش گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. فرارسی ماه شریف رمضان رو برای یک شما تبریک و تهنیت گفته برایتان بهترین خوشی‌های زندگی رو تمنا دارم. بگذار این ماه با خاندان یک شما فیض و برکت و خیر و سعادت رو بیارد. من امیدوار هستم که ما در این ماه در اخلاق خود، در اندیشه خود، در افکار خود و در رفتار خود تغییرات‌های مثبت را وارد میکنیم و در آخر از خداوند منان برای تاجیکستان عزیز صلح همیشگی، وحدت و آرامی را برای یک شهروندان کشور خواهانم. سربلند و کامگار و پیروز بمانید. خدا یاری آورتان.